بسم الله الرحمن الرحیم. در این مواردی که برخی روزه‌داران گمان می‌کنند از مبتلات روزه هستند ولی روزه را باطل نمی‌کنند عبارتند از: 1. خوردن یا آشامیدن از روی فراموشی یا اجبار. اگر یک فرد از روی فراموشی یا اجبار چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه‌اش باطل نمی‌شود و می‌تواند به روزه خود ادامه دهد. 2. فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمی‌کند. 3. تزریق آمپول‌های وریدی و عضلانی و سرم‌های دارویی روزه را باطل نمی‌کند، اما سرم‌های تقویتی و غذایی که جای غذا را می‌گیرد باطل کننده روزه است. 4. سرمه کشیدن در چشم، همچنین چکاندن قطره در گوش و چشم روزه را باطل نمی‌کند، اما قطره در بینی چون غالباً به حلق می‌رسد باعث ابطال روزه می‌گردد. 5. استفراغ غیر عمدی و بدون قصد روزه را باطل نمی‌کند. 6. مزمزه یا آب در دهان گرداندن و استنشاق یا آب در بینی کردن هنگام وضو گرفتن روزه را باطل نمی‌کند، مشروط بر اینکه مبالغه و زیاده روی نکند به گونه‌ای که آب وارد حلق شود. 7. مسواک زدن در هر زمانی که باشد اشکال ندارد، هرچند که مسواک زدن با خمیر دندان باشد. 8. استعمال عطر، بخور و بوییدن گل و ریحان و هر گونه خوشبویی هیچ اشکالی ندارد. 9. ریختن آب سرد روی سر، دوش گرفتن و شنا کردن هیچ اشکالی ندارد و روزه را باطل نمی کند، به شرطی که در شنا کردن دقت کند آب وارد معده نشود. 10. احتلام شدن در خواب در روز رمضان روزه را باطل نمی کند. 11. استفاده از اسپری های مخصوص برای کسانی که دچار بیماری آسم یا تنگی نفس هستند اشکالی ندارد.